برآمد. دعای سخن از استاد رودکی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. من بزرگ مهری بهادر هستم. نخست از شما محترم جناب عالی به شما یک جهان منتداری و تشکر بیان میکنم که همه ساله چنین همایشی تاریخی را پای در پای میگذرانید و برای زیایان ایجادکار کشور تکانه می شود. و بعداً من گفتنی هستم که واقعاً از بین هزاران جوانان برکمال و ایجادکار کشور مرا طالع بلندتر، مرا طالع فرختر نصیب بوده است که امروز من در نزد شما و اینقدر عزیزان دیگر سخن گفته ایستادم. و بعداً برای آن که در این انجمن باشگاه اشتراک میکنم و در روبروی شما محترم جناب عالی سخن میکنم، میخواهم منتداری خود را برای همون عادی ترین یک آموزگار مکتبم که در دیه مانده است و یا که مادرم که در دیه امروز قرار دارد منتداری بیان کنم که اگر نزد شما من حرفی بزدم اون حرف برگرفته از زبان همان استاد است. اگر به شما مسئله گفتم، اگر به شما شعر بخواندم، این از همان گفته های نمکین مادرم است که تأثیر به من رسیده است. بعداً در چنین کاخ محتشم که نام نوروز را دارد برگزار شدنی چنین شاربینی که آغاز نوروز راستین است به سبب نیست و شعری که اینک برایتان و برای همه عزیزان جمع آمده خواندن ترنم کردن میخواهم. انجمن نوروز دارد، یعنی انجمن نوروز در کاخ نوروز. پیداست که اهریمن مغلوب اهورا شد، پیداست که اهریمن مغلوب اهورا شد، از نور و ضیای حق آینه مجلا شد، وارسته ز تنهایی منها همگی ما شد. دلها بر دلهایند، دلها بر دلهایند، دل داده سراپایند، با آمدن نوروز سرگرم تمنایند. نوروز وطن خوش باد، در باغ و چمن خوش باد، در انجمن نوروز نوروز سخن خوش باد. نوروز تو دنیای اهورایی، نوروز تو یکتای اوستایی، نوروز همه روزی، نوروز پر از روزی، نوروز همه روزی، نوروز پر از روزی، نوروز عظیم روزی، پیغام به فردایی. دلها بر دلهایند، دلها بر دلهایند، دل داده سراپایند، با آمدن نوروز سرگرم تمنایند. نوروز وطن خوش باد، در باغ و چمن خوش باد، در انجمن نوروز نوروز سخن خوش باد. محترم جناب عالی، از اون زمانی که فردوسی بزرگ در ادبیات تاجیک ظهور کرد و شاهنامه بیزوال و ماندگار خود را به میان آورد، حتی امروز خلق تاجیک در حال هوای شاهنامه، وطن دوستی، حس و هویت بلند ملی و افتخار و شکوه ملت دار را از آن می‌آموزند، می‌جویند، موشکافانه از اون واژه به واژه می‌جویند و می‌یابند. و یکی از اون بزرگانی که در پاسداری همین نوروزی که امروز بین المللی شده است با اقدام شما سهم بسیار بزرگ دارد، این فردوسی است. و شعر نوبتی که برایتان خواندنی هستم نام دارد سرود فردوسی و این همان ندای فردوسی است. وطن گویم زبانم آتشین است، زبانم در دهانم آتشین است، اگر یک لحظه میهن نگویم خدای مهربانم آتشین است. نه تنها خنده ای من شادی من، همه درد و غمانم آتشین است. نه تنها خواب من بیداری من، نه تنها خواب من بیداری من، نمازی هر زمانم آتشین است. شنو فریاد رستم رازی البرز، شنو فریاد رستم رازی البرز، دوی رخشی چمانم آتشین است. زی ضربی گرز من ریزد ستاره، سری گرزی گرانم آتشین است. صدای آرش آید از دماوند، صدای آرش آید از دماوند، به کف تیر و کمانم آتشین است.
سیاووشم نمیسوزم به آتش، تنی خاکی و جانم آتشین است. یلی روین تنم اسفندیارم، یلی روین تنم اسفندیارم، رگ و پی استخوانم آتشین است. من آن سهرابم از تخم تهمتن که خونی ارغوانم آتشین است. درفشی دستی کاوه دفتری من، درفشی کاویانم آتشین است. من آن فردوسی روشن روانم، همانا که روانم آتشین است. تشکر. ایجاد کن، کار کن. تشکر. فرزندات در امی رویه تربیه کن. تشکر جناب. جوان هستیم، بسیار جوان. آیندهتون درخشان است. من دلشاد رحیمов، معاون دیرکتوری پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، با عرض احترام از نام اهل و هنر شما پیشوای معظم ملت را با فرارسی جشن فرخنده نوروز صمیمانه تبریک میگوییم. جناب عالی، ما تصمیم گرفتیم که در نزد پژوهشگاه علمی تحقیقات فرهنگ و اطلاعات یک مرکز مخصوص علمی اوید با آموزش و تحقیقات و پیشنهاد کردن در شکل نامینات به سازمان‌های یونسکو و دیگر سازمان‌های با نفوذ یک مرکز میراث فرهنگ تاجیکان تأسیس نماییم و البته این مرکز میتواند در آینده باز در تبلیغ ارزش‌های ملی، در معرفی کردن نمونه‌های بهترین فرهنگ تاجیکان که چهره فرهنگی ما میباشند خدمت کند. تشکر. خب من یک سوال دیگر دارم. درباره ذبح چاروا شما از بس که وید هستید چی است در جشن نوروز؟